چیه فروهر؟ ما بریم تو بحث نمادشناسیش. این نقش همون حلقه بالدار اومده یک انسان بهش اضافه شده فر کیانی. انسان یک انسان سال خورده با تجربه است. توی دست چپش یه حلقه است. این حلقه کوچیکه نماد اتحاد و همدلی و همبستگیه. وقتی که ما ازدواج میکنیم حلقه میاد تو دست چپ، از اینجا گرفته شده. دست راست یعنی احترام. این نشانه احترامه. 3 رشته بال به عنوان گفتار، پندار و کردار نیک که شما رو به پرواز در میاره و شما رو به اوج میبره. 3 رشته بال در پایین حلقه وسطی نماد گفتار، کردار و پندار بد یا زشت هست که شما رو به زیر میکشه و باعث سقوط شما میشه. حلقه وسطی نماد کارماست. هر چیزی که شما بذاری توی این حلقه به سمت خودت برمیگرده. اگر خوبی بذاری به سمت خودت برمیگرده، اگه بدی هم بذاری به سمت خودت برمیگرده. 2 تا شاخک داره، رو به سمت این وره، درسته؟ شاخکی که جلوه نماد اندیشه سازنده است و شاخکی که پشت سره نماد اندیشه ویرانگره. این میشه نمادشناسی فروهر. فروهر نشان شاهنشاهی در ایران باستانه. این نظریه هم راجبش وجود داره.